السلام علیکم. اینک با خبر و رویدادهای مهمترین روز بخش خبری پیامی روز در استودیو با شما جهانگیر صابرов. در ناحیه سوخ دوره نو آغاز یافته شده ایستاده است که این روزها به تاریخ با حرفهای زرحل ثبت کرده می شود. برای تامین اجرای قرار پرزیدنت به ناحیه روز 31 آگوست سال جاری سروزیر عبدالله عریپov تشریف فرمود و در ابتدا از کارهای بنیادکاری دیدن کرد. به هر یکی ما معلوم است که روزهای آخر برای رشد ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی ناحیه سوخ اعتبار علاهیده داده می شود. اصلا تشریف سروزیر به ناحیه سوخ نیز با همین مقصد بود. سروزیر عبدالله عریپov سراول به ساحل دریای سوخ رفته به رفت کارهای ساختمانی استانسیه نساز قیراق شناس شد. قیمت لایحه استانسیه نساز 92 میلیارد سوم بوده. موافق سفارش سروزیر در دام سال 2021 پر مورد استفاده قرار می گیرد. امروز در این حدود کارهای ساختمانی در اوج بوده. زیاده از 50 نفر قوه کاری جلب کرده شده است. حدود موضع قیراق زیاده از 1500 گکتر بوده. بعد برآوردن آب در اینجا باغهای زمانوی تشکیل کرده می شود. از همه مهمش ازخود کردن زمین قیراق در تامین زیاده از 1000 نفر به جای کار عاملی مهم می گردد. Naryoqda 1400 gektar yer yangi yer o'zlashtirish imkoni paydo bo'ladi. Shundan 500 gektar yer maydonida dehqonchilikni amalga oshiradi. Qancha odam ish bilan band bo'ladi, qancha odam qiyinchilik ko'radi. Akalar rayon bosiyam shuncha g'amxo'rlik qilyapsizlar. Sizga ham rahmat. Mana oblast hokimimizga ham katta rahmat, rayon hokimiga, ichki ishlar bo'limimizga ham katta rahmatki shu xalqni yoshlarni ishga ta'minlaymiz deb mana shu Qayroq massivi 1,5 ming gektar yer bor. Bizga Xudo bergan yurtboshimizga suv xalqidan o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Doimo amon bo'lsinlar, yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz doimo musaffo bo'lsin. در حقیقت امروز مردم سوخ اعتبار و غمخواری های حکومت را نسبت ناحیه دوردست در هر قدم حس کرده ایستادند و این البته آنها را نسبت حیات، فردای درخشان، آینده بزرگ دلگر می سازد. زمین سوخ حاصل خیز است، مردمش مهنتکش، پس به موضع قیراق آب برآورده شود آنجا از سعی و حرکت مردم زحمتکش سوخ به گلستان تبدیل خواهد یافت، گفت حاکم ولایت شهرت غنیف به سروزیر عبدالله عریپov. از روی نقشه حکومت زمین موضع قیراق به شهروندان ناحیه تقسیم کرده می شود و در آنجا پیسته و بادام، چهارمغز و انار برای نهالهای سیرحاصل و سیردرآمد پرورش کرده می شوند. حل مشکلات وابسته به قوه برق در ناحیه سوخ یکی از مسئله های مهمترین روز به شمار می رود. برای برطرف کردن مسئله قوه برق در ناحیه زیاده از 8 میلیارد سوم مبلغ در دوام 2 ماه مصرف کرده شد. از حساب بودجه دولت